خوجمقلova شکرانه هستم. خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 81 ناحیه سینای شهر دوشنبه. قهرمانای حکایی برف هم میگذارد کیه؟ قهرمان‌های اساسی این اثر سنگین رمضان می باشد با همراهی همسرش نبیره‌اش یوسف و اینجای همسایه‌های او اسحاق آهنگر، سیف‌الدین عمر و دیگران. همون چی موزخری؟ زنی سنگین رمضان وقتی که سنگین رمضان از خانه برآمدنی می شود با او میگوید که نبیرد موزه ندارد، رفته با او یک موزه بیار. سنگین رمضان میگوید خیلی حالی روم بینم آخر این پدر دارد، حالا پدرش می آید با او خریده می دهد. چی سبب می شود که پدر استاد آینی را با مکتب دخترانه می دهد؟ هنگامی که استاد صدرالدین را با مکتب پسرانه میبرند، در آنجا وی از آن مکتبدار هیچ چیز را یاد نمیگیرد. در آن زمان شخصی را که در همان دهه مکتب را صاحبی میکرد مکتبدار مینامیدند. آن مکتبدار با آنها هیچ چیز یاد نمیداد، تنها در اول درس می آمدند با آنها الف ب ت س گویان با آنها یاد میداد. بعدا وقتی که پدری تو صدرالدین عینی از او بعضی چیزهای از حساب ابجد و اینکه از دیگر چیزها میپرسد، او هیچ چیز را نمیداند. میگوید تو به مثل یک طوطی شده ای که همان گپ را به تو گویند تو آن را تکرار میکنی، دیگر هیچ گپ را گفتن نمیتوانی. و او یک روز شیر برنج میکند، همه ایمانان ده را جمع آورد و میگوید که من پسرم را میخواهم که به مکتبی دخترانه دهم که اقلا در آنجا او یگان چیز را از خود نماید. در این روی خط تو شعر مومن قناعت آمده است. بود مردی ساده در یک زمان. میدانی ازت؟ بود مردی ساده در یک زمان، داشت یک خر از همه مال جهان. از قضا روز به موای رسید که درخت بر خربندی ندید. او خرش را در نشیب چرخ بست، خواب آمد رفت اندر خوابی بست. نیم شب چون باد صحرا شور کرد، چرخ گشت گردان کرد خرک را جور کرد. به ایبا برداشت از فرقش بلند و از فرغوزی جانب دریا فکند. صاحب خر چون سحر از جای خیست، دید بیچاره خرش در جای نیست. 6 جهت را گفت آثارش نیافت، رو جانب زال شتافت. رفت نزد زال عرضی حال کرد، زال رو اندر دعای و فال کرد. گفت ای مردی خدا روزی فلان در فلان سال و فلان ماه و زمان. همون توی روی خوجگان میرکانی رو نقل کنید. پدرم میگفتند که بار ما با همراهی خوجگان میرکانی به توی رفتیم. خیر خوجگان میرکانی آدمانی با صلابات با جامه های زرین در روی اسب‌ها می روند. وقتی که به داخل توی شدند آنها را برده به همه جای بهترین می شینانند. در پیششان آش‌های سرکشت و سر روغن همه چیزهای خوب را در نزدشان مهیا می سازند و هر دم صاحب خانه آمده گرید یک بار چشید گویان به آنها مراجعت می کردند. اما خوجگان میرکانی به هیچ چیز دست نمی زدند. پدرم گفتند خوجگان میرکانی اونقدر نخوردند، لیکن ما مردمی دهه. دختری ناکام. این حکایت در قسم دوم یادداشت ها بود. دختر ناکام و این را مولا برهان نقل می نماید که او نقل می نماید که یک دختر متوکلی بود و اون دختر را نغز می بیند. او با همراه خود یک دخترچه دیگر بود با نام استاره که با همراهی او زندگانی می کرد. اون دخترک از پدر و مادرش در 9 سالگی یتیم مانده بود و با همراهی این دختر ناکام یک جای زندگانی می نمودند. وقتی که مولا برهان با او عاشق می شود و می خواهد که او را بزنی گیرد و نزد پدرش می رود، ولی پدرش راضی نمی شود که ما دخترانی خودمان را با آدمانی همین خیلی بیهوده نمی دهیم، ما آنها را با یگان آدمی با صلابات با یگان خوجه گانی اوبانی می دهیم.
خیر، بعد مولا برهان یک روز با همان دختر می نشیند و با هم دیگر صحبت می کنند. بعدا همان دختر سرگذشت خودش را نقل می نماید. می گوید که من در 18 سالگی از مادرم محروم ماندم. مادرم در 16 سالگی می خواست که مرا به شوهر دهد، اما به سببی که هیچ کس خواستگار نآمد، مادرم با همین ارمان به خاک رفت. بعدا وقتی که مادرم مرد، پدرم زنی نو گرفت. زنی اوگای با من بسیار بدرفتاری میکرد. وقتی که من میخواستم کتاب خونم، او با من کتاب خوند. آفرین. از فرسونزاده یگون شعر خونید. بهار آمد، زی عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت ناخن همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد، به سر فارم هوای تو. من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. در روی خط اثرهای مطالعه کرده شما ستاره سر تنور است. این اثری استاد سیف رحیمزاده افردی می باشد. اصلا قهرمان اساسی این اثر یک دخترچه با نام رابیه می باشد. آنها در دهه زندگانی می کنند و وقتی که به دهه آنها ناقد برق را می گذرانند و سیم چوب های آنها را آورده می شنوند، در آنجا وی با همان سیم چوب کار قادر آشنا می شود و همانها با قادر خوب آشنا می شوند و در آخر مادرش همان قادر را می گیرد. تا گوهری جان در صدف قالب تن هست، اندیشه و فکرم همه در یادی وطن هست. گفتن سخن گوی وطن، گفتم و گفتم، زیباتر از این واژه مگر با سخن هست. من احسانی نوروز، خواننده صنف 6B، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی در شهر وحدت می باشم. اگر اجازه باشه از تو نظام قاسم یک شعری زبان نخورم. اگر ما از زبان مانیم، دهانی ما چی کار آید؟ دهانی بی زبانی ما چی کار آید؟ ببین زنگوله های بی زبان را، صدا کی می دهند ای دوست؟ اگر چنده کی می دارند فادا این دهان را. اگر کس از زبان ماند، دهانی باز میماند، جهانی راز میماند. ببین زنگوله ها هم چون بی زبان شد، بی صدا گردید. ببین زنگوله ها هم چون بی زبان شد، زیر پا گردید. شود زنگوله چون بی زبان، گردد یقین بازیچه طفلان. نآید جز به سنگی دستشان دیگر صدا از آن. صداهای برون از جان کند، تنها بکل تکوب شود زنگوله های بی زبان. بازیچه طفلان شود صاحب زبانی بی زبان، بازیچه دوران. از استاد عینی، استاد لاهوتی، از اینها شعر میدونید؟ بله. کنی از استاد لاهوتی خونید شعر؟ چی محبوبی، چی جانانی پدر جان، گلی عشقی دلی جانی پدر جان. به چشمی من زی هر چیزی که گویند، چی خوب از تو به از آنی پدر جان. اگر اجازت باشد شعر لاهوتی هست خونده؟ بله. از استاد عینی کنی خونید؟ ای قوت جسم و قوت جانم، آسایش جانی ناتوانم. بشنوزی من این خجسته گفتار، مفروش زمینی خیش زینهار. مفروش زمین که گوهر است این، گوهر چی شفیق مادر است این. این خاک سیاه که موشک بز است، مفروش که مادری عزیز است. این خاک سیاه به این سیاهی، بخشد به تو نعمتی الهی. هرچی خوری و هرچی پوشی، هر جا نشسته
هرچی نوشی رویت زی زمینی ما پیکر از مرحمتی خدای اکبر مفروش زمین که خار گردی به روزی و به قرار گردی. در روی خطت نام استاد مومن قناعت هم هست. بله. شعر شما میدونی از یاد؟ بله. برفتی مان افسانه همان بالین همان خانه توی و شبهای محتابی من و شبهای بخوابی مرا خوی سفیدی من مکن افسانه ویران که شیرین از این افسانه جانان به یادی موی شبرنگی تو شب را تا سحر بردم ننالیدم اگرچه عمری بلبل را به سر بردم ننالیدم اگرچه عمری بلبل را به سر بردم ننالیدم. مادری بیچاره شعر استاد لایق شعرلی. در میانی کوهساران با نوایی آبشاران با صفایی چشم ساران جان عطا کردی مرا جان عطا کردی و خود را کاستی روز و شبها در سری گهواره من مادری غمخواره من مادری بیچاره من از پیروزی دویده خوشه ها را چیده تلخی دنیا را چشیده گنج دنیا را ندیده. تشکر. رجب و فاطمه هستم، خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 ناحیه فرخار. سپیتامین اثری کی خوندی؟ سپیتامین اثری عطا همدان ولی یعنی چرگین می باشد. درباره قهرمان خلق تاجیک سپیتامین می رود که با مقابل اسکندر مقدونی مبارزه برده است. در کدام باب صبح جوانی ما درباره استاد عینی سخن می رود؟ اواخوری با استاد. بسیاری مقنعی خوندی؟ بله. چقدر تاثیر میکنه همون استاد عینی؟ حاشیه ابن حکیم نام اساسیش می باشد. بر آن مقنع میگن که و یک چشمش کور می باشد، در روی همیشه نقاب می دوزد، از همین سبب را مقنع میگویند. مرکز آیین آنها شهر دهه صبح می باشد. من فردوس فیروز خواننده صنف 6 ب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 شهر وحدت می باشم. شما اینجا از استاد عینی ذکر کرده اید ای مانده قدم برای مکتب، همین شعر رو یک قرائت کنید. ای مانده قدم برای مکتب عالیست مقام و جای مکتب سبب حیات باشد، مکتب سبب نجات باشد، مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. برخیز و گذار خوابی خود را، برگیر به کف کتابی خود را. رو از همه بیشتر به مکتب، شوق است اگر تو را به مکتب. سعی بینوا و علم و آداب، بهتر ز شریک خویش دریاب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. سید علیزاده شکرانه هستم، خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه. شعر مکتبی صدرالدین عینی رو شما در اینجا نشگید که خواندگی هستید، از یاد میدونید؟ البته. قرائت کنید. ای مانده قدم برای مکتب
عالی است مقام و جاه مکتب. مکتب سبب حیات باشد، مکتب سبب نجات باشد. برخیز و گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را. رو از همه پیشتر به مکتب، شوق است تو را اگر به مکتب. سعی بنما و علم و آداب، بهتر ز شریک خویش دریاب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. دو ربایی و دو بیتی خوانید کو. ربایی از استاد اوزرخش. تا دامنی بیکران رسیده است مرا، گرد ز سخنوران رسیده است مرا. یک شام ستاره ریز این دفتر نور، از صحبت اختران رسیده است مرا. ای کاش که رازی رودکی را یابم، یک زمزمه سازی رودکی را یابم. هرگز نکنم شکایت از پیری خویش، گر عمری درازی رودکی را یابم. دو بیتی ها از استاد لایق شیرعلی. هر کس پی نفس خویشتن کار کند، بازار بسی گوید و بازار کند. در عمر کسی ندیدم که از ره عقل، از بیهنری خویش اقرار کند. در همین نامگوی اشعار پیشنهاد کرده یک شعر بسیار برجسته استاد عینی است با نام سحرگاهان. اگر آن را قرائت کنید باعث خوشنودی خواهد شد. البته. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلانی باغ مکتب، سحرگاهان نباید خفت هر شب. شما هم در نوا آید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید، چرا در کنج تنهایی نشینید. شعرهای از یاد کرده ای تو غزلهای بسیاری هست، از جمله غزل استاد لایق شیرعلی دو رهسازیم و رهپیما منو دریا منو دریا. میدونی؟ البته میدونم. دو رهسازیم و رهپیما منو دریا منو دریا. دو همراهیم و دو تنها منو دریا منو دریا. من از وی شور میگیرم وی از من شیر میگیرد. دو پرشوریم و پرغوغا منو دریا منو دریا. از فرزانه یگان غزل خوانید. عمرها شد که نشادیم و نه غمگینیم ما، مهر کس را اندرونی خود نبگزینیم ما. جمله عالم را به یک چشم ببیند آفتاب، با دو چشمی باز غیر خود نمیبینیم ما. دانه اشک ضعیفان را نچینیم از زمین، دانه اختر به پیشی بر همه چینیم ما. این هیاهو چیست ای زن گله های بر محل، حالیا خوابت که صبح دروغینیم ما. آدینه و جواهیر هستم، خواننده صنف 11 شهر راغون. جلادان بخارا، کنی نام اون جلادان نامبر کن؟ جلادان برهاندین، حیدرچه، قادر دیوانه و قربان و حیدرچه گاوباز بودن. خب یک فصل دارد ماشینی آدم کشی، کنی نقل کن چه خیلی دست؟ در این فصل آنها برای آنکه وقتی آدم میکشتن وقت رو زیاد نگیرن طرز نو یا که اصول نوی آدم کشی رو اختراع میکردن که یکی از همین اختراعگران این برهاندین بود که آنها شکل نو رو چی کردن؟ اختراع کردند که آنها دور ساخته بودند و در این دور رشته ها کشیده شده بود که به گردن همان بندی ها میانداختند و آنها را از دو طرف جلادان میکشیدند و آنها چند بار چشمان آنها از سخانه سر میبرآمد، از بینی آنها خون فواره میزد و باز آنها را سر میدادند و وقتی که نفس میآمد باز آنها را به چند بار به همون دار آویخته بعداً با یک عذاب آنها را میکشتند. در نامگوی شما زنان سبزبهار گلرخسار صفیه و ذکر شده است. قهرمان‌های همین اثر را نام برید. قهرمان‌های اساسی قهرمان این اثر به فیلم اساسیش این زیبا، شوهر او سعید، مادرش که
نوریه، مادرخواندش مرجان و خوشتامنش مرزیه، دخترش لیلا، نشانه مادر نشانه خیریه، اپای نشانه میسه، جیانی نشانه علم و دوست داشته او دلاور میباشند. مؤلفی قابوسنامه کیست و این کتاب رو به کی بخشیده است؟ شما در اینجا نوشتگید که همین کتاب رو شما خوندگید. مؤلفی قابوسنامه عنصر معالی کیکاووس میباشد که سال 1020 تولد شده است و این اثر را او در سن 63 سالگیش نوشته است و برای پسرش گیلانشاه بخشیده است و این اثر را باز نصیحتنامه هم میگویند. آفرین. و از استاد لاهوتی خوانید کنی؟ از لاهوتی: ایا صیاد شرم کن مرنجانیم جانم را، پروبالم بکن اما مسوزان آشیانم را، در این کنج قفس دور از گلستان سوختم مردم، خبر کن ای صبا از حال زارم باغبانم را، منی بیچاره آن روزه به قتل خیش یقین گشتم، که دیدم تازه با گرگ الفت باشد شبانم را. چطوره در تیرش بخونده؟ هست داره این درباره احمد دانش می باشد که درباره او معلومات داشت. مثلا پدری او مومین نام داشت که او چطور اثرهای خود را ایجاد کرده است و دوست سودا و او اثرها را تعریف کرده است و او به او نام دانش را دادن. درباره همین نقل میکند. سوپی جوانی ما خوندید؟ سوپی جوانی ما این اثری ساتین اولغزاده می باشد. من ادینه صدق ما خونشی می باشم. از استاد لایق شیرالی 140 غزل ذکر کرده، 2 غزل قرائت کنید. بدیل 100 داستان می میرم آخر، چون گل در بستان می میرم آخر، زی مکر دشمنان باکی ندارم، زی قصد دوستان می میرم آخر. من از دست زمان هرگز نخواهم مرد، که از دست زنان می میرم آخر. فلک بر دوش من بار اسگران، تحت بار گران می میرم آخر. جهان به درد من کاری ندارد، من از درد جهان می میرم آخر. در شعر فرزند زمانم، بلب شعر زمان می میرم آخر. لایق از سوزی درون بیگانه نیست، شعر از مغز دل و جان میرسه. حکایه دختری همسایه استاد فاتح نیازی خوندید؟ کو نقل کنید کمتر. استاد مختار اکا که صاحب 3 فرزند دختر که بود، بسیارتر روی میگردان از دخترها. وقتی خودش برآمده رفت که من پسر میخواهم. 4 دادران خوندید؟ کی مؤلفش؟ گلچهره محمدیوا. درباره سمک ایور کدام قسمهایش خواندگید؟ 5 قسمش و نام یک چند قهرمانش رو نام بر کنید. خود همین سمک ایور قهرمان اساسی می باشد. نویسته نبیره پیروزی در شاهنگری، شاه خورشیدشاه و پسر او پیروزشاه و جمشیدشاه خدمت کرده است، همچون لشکرکش و همچون دلیر و جسور. من بابازاده رخشانه، خواننده صنف دهمی مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 11 دهه ایلاک جماعت قلعه دشت ناحیه فیض‌آباد هستم. از ایجادیات استاد بازار صابر شعری که برای خودتون عزیزترین است و بهترین است قرائت نمایید. یک ربایی میخوام قرائت نمایم. در خانه من که بند و داستی پدر است، یک عمر مرا از او سپاسی پدر است. میراث پدر مپرس از مردمی ما، میراث پدر کدوی ناس پدر است. یک قسمی روی خط ادبیات شما رو ترانه‌های خلقی تشکیل می‌دهد. یک چند بیت قرائت کنید. دلی دارم که از سلطان نترسد، زبند کنده و زندان نترسد. دل عاشق مثال گرگ گشنه، که گرگ گشنه از چوپان نترسد. نگار نازنین من اهل دردم، سرم را گر برند از تو نگردم. سرم را گر برند با خنجری تیز، بخون جولان زنم گردی تو گردم. جانانه بهار شده است کی می آیی،
وقتی گل خار شده است و کی می آیی؟ تو وعده به برفوی زمستان دادی، برفو همه آب شده است و کی می آیی؟ شما پویسی اودینه خوندید نه؟ البته خوندم و یک اثر دوست داشتم. اما اودینه مالهای کی بونی میکرد؟ مالهای ارباب کمال را بانی میکرد. از خانه ارباب کمال گریخته کجا میرود اودینه؟ از خانه ارباب کمال گریخته وای به زوادی چی میرود؟ پختت میرود که در آنجا کار میکنند، اما در آنجا هم او روزی خوب نمیبیند. دیروز بعدی باران آخان کنی؟ دیروز بعدی باران تیر و کمان برآمد، بیراق نوبهاران پرتو فشان برآمد. از قطره های باران در آفتاب تابان رخساره تر نموده ابر و کمان برآمد. حاتم ربیف هستم، ساکن شهر ترسونزاده. شما با آثار استاد میرزا ترسونزاده به فکرم خیلی شناسایی خوب دارید. تره چندری کی بود؟ تره چندری یک رقاصه هندو بود که استاد ترسونزاده وقتی که سال 1947 در حیات عالمان و شاعران سویتی به هندوستان سفر میکنند، از رقص آن مفتون میشند و همین شعر رو میگویند. اگر اجازت باشد من همین شعر رو قرائت کنم. چند مصرعش رو؟ با آب و رنگ نو بدل چو آمد در جهان نظم، از او حسن دیگر آموخت باغ و بوستان نظم. سخن می راند سربسته نهان می داشت معنی را، و مثل دانه گوهر که پنهان است در دریا. نه مفتی بود نه ملا نه بی توفیق روحانی، فقط می کرد بر دنیا نگه با چشم انسانی. ثنا بر کامده گویان سرود از مدن خوانان، به طور نظم خود آورد عشق پاک این یاران. برقص کامده شیدا به آواز مدن مفتون، نوشت این نامه عشاق شاعر با دل پرخون. رسول غمزاتوف ذکر کرده اید، در مسئله زبان چگونه اندیشه دارد رسول غمزاتوف؟ رسول غمزاتوف در اثر داغستان من وقتی که از سفرهای جهانی برمیگشت میآید در با یک کمپیری که فرزندش با امر تقدیر به فرانسه رفتگی بود، میگوید که من پسر شما را دیدم، در اونجا من قطعه صحبت کردم. بعد همون کمپیر میپرسد که همون زنک میپرسد که رسول تو با فرزند من به کدام زبان صحبت کردی؟ این میگوید که ما با زبان روسی صحبت کردیم. رسول غمزاتوف همون زنک اول روی خود را با روی سیاه میپوشاند، این رمز آن داشت که فرزند وی مردگی. نه رسول میگوید تو خطا کردی، فرزند من با اون زبانی که من یاد دادگی بودم باید گپ میزد، تو که با زبان وی که با زبان مادری من گپ زد نتونست و برای من مرده است. در کتاب داغستان من همین چیز آورده شد. قربانزاده مهرو هستم، ماگسترانت کورس دویمی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، همزمان آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 13 در ناحیه اشت هستم. شما حکایه گنجشک سفید سیف رحیمزاده افرده خوندید؟ البته. کی گنجشک شده میخواهد؟ پسرک گنجشک سفید شده میخواهد. برای چی؟ برای آنکه او میخواهد پرواز کند، تمامی مثل گنجشک سفید پرواز کرده با آسمان ها رود و تمام دنیا را بیند. داستان چراغ ابدی استاد میرزا ترسونزاده با چگونه مصرع ها ابتدا میگیرد؟ شبی که تا سحر بیدار بودم، مشوش تنگ دل ناچار بودم، نخفتم داشتم امیدواری، دلم را می فشارید انتظاری. اینجا در باغ است، شب انتظاری است، دو ملاقات است. ملاقات اول: پسر جان چون کشای دیدگان را، به چشم خویشتن بینی جهان را. تو هم فرزند شرق آسیایی
ولیکن آسیای پرصفایی. از استاد صدرالدین عینی من یک شعر میخونم، شما دوام میدهید. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه شد. شما ای بلبلانی باغ مکتب، سحرگاهان چرا خوابید هر شب؟ شما هم در نوا آیید باید که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد این گلستان. تراوت بخش باشد این گلستان. چرا از این گلستان گل نشینید؟ چرا در کنج بیکاری نشینید؟ بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خوار گردد. تشکر. من از ناحیه ورزاب خواننده صنف ده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 میباشم. کدام شعرش شعر میگه؟ بچگانه دریا مثل کوچه. کنی؟ دریا هم لب میزند، گویا که گپ میزند، گاه به پیش میزند، گاه قفا میزند، گوید که ای کوه پیر سری راه هم رو نگیر. از نصر بدیعی چی خوندید؟ از نصر بدیعی آدینه را خوندم. مکتب کهنه صدرالدین عینی را خوندم. صبح جوانی ما ساتیم الوغزاده را خوندم که به نهایت به من پسند است. باز تابستانی پولا تولیس را خوندم و دیگر شد. پویستی امین جان شکوهی آب از کجا می؟ همون بچه ناموش کی بود؟ اسد و سمت که کودکانی به نهایت کنجکاو بودن. همه چیستانهای عزیز خوانده؟ چیستانهای شخا؟ که یک چیستان گو؟ از یک در می برایی، از یک در می درایی، از سه در می برایی. جواب این سوال کوتاه می باشد که یعنی از دامن می پوشی، از آستین، دو آستین و گردن کوتاه. نصرالدین و رعنا هستم، خواننده صنف ده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 از شهر پنجکنت ولایت سوخت. خوندید روایت سوختی رو؟ بله. خب لحظه نبرد ویرکن با مالک ابن ریب نقل کنید. مالک ابن ریب این یک راهزن بود در بیابان. وقتی که نوفرد وی را از نبرد یاسخیتیک میخرد، وقتی در بیابان ها مالک ابن ریب به آنها هجوم میکند در وقتی سفر و ویرکن نوفرد را از دست وی آزاد میکند. یعنی آنها نبرد میکنند وی را آزاد میکند و نوفر میگوید که تو وقتی که ما به ملک من برسیم من به تو نامه عفو میدهم، تو را آزاد میکنم و با همین وعده وی آنها را از دست مالک ابن ریب وی میکند، آزاد میکند. این ملک عرب است، چی راهزن ملک عرب است و باید گویم که وقتی که وی به همون ملک نوفرد میرسند میگوید وقتی میگوید که خواجه من رو خریدی، اکنون وقتی که من تو رو از دست راهزن نجات دادم بده نامه عفو من را. اما من میگوید نوفر میگوید من به تو یگان وی ندادم، یگان نامه عفو ندادم. برای آزاد کردن دوستش نظر میرفت، همین خیر است؟ نظیر میرفت. بله. برای چی او حبس شده بود؟ وقتی که وی دربار عنایت بای بچه خدمت میکرد، یک زن داشت با نام لطافت. وقتی که لطافت میبیند که او با دیگر زن دل بسته است اینا با عنایت بای بچه، بعد وی امان قل را به نام خودش میافتاند و میگوید که من از تو میشوم اگر تو شوهر من رو از بین بری. اگر تو شوهر من رو از بین نبری تو مرد نیستی. شاهی یاپن کی است؟ براتمک برکه. برای چی باید به شعبه میلیسیا دعوت میکنن؟ آنها رو به شعبه میلیسیا دعوت میکنن برای آنکه در همون دهه ادرسمانی که در گرد و پیش خوجند بود، در همونجا از سبب خریدن متاع نوی شاهی یاپن بحث بود. داستان غلبه تانیه ابوالقاسم لاهوتی درباره کی و چی نقل میکنند؟ داستان غلبه تانیه این اساسا تانیه این پروتوتیپ زوی کسمدینانسکی میباشد که در یتیمی با وی هم هست، در یتیمی استاد صدرالدین عینی هم هست که نام وی در آنجا نتش است
وقتی که اون وای غلبه تانیا در آن است که وقتی که وای پارتیزان بود با وای علی کشیوای اونها که پارتیزان های جوان بودن برای ارمه سوویتی خدمت میکردن، وقتی که وای همون سیم های تلگراف رو میبرید او رو دستگیر میکنند. یک شعری که از استاد لایق بسیار برایم پسند است میخواستم قرائت کنم در آخر. تو را نامرده کشتم من، تو را در خویش گوراندم، بیا خود را زیارت کن. به یاد روزهای رفته بی حاصل پشیمان شو ملامت کن. به یادت گیر گشتنهای دنیا را ندانستم، سفر بگذشت و مثل صفحه تقویم کم گشتم. زی تو آراستم از بحر خود محراب اخلاص، فرو رفتم به خود از بحر خود فرسایی بگذشتم. دریغا نوبهاری بی براری آرزوهایم، دریغا خانه نو ساخته نادیده مهمانم. من اکنون در وجود خیش خواهم ساخت قبرستان، من اکنون بر گذشته خیشتن پدرود میخوانم. محبت گر نباشد قدردانی هست در آدم، صداقت گر نباشد هست رسمی پایداری ها. تو ای بیگانه چشم آشنا رو هر کجا خواهی، به تو پیغام خواهم داد روزی مردنی خود را. تو را در خویش گوراندم، من اکنون قربانت می شوم تا آخری عمرم. میا بر دیدنی من لیک گاهی یاد کن خود را، بیا خود را زیارت کن. من بنیادی راهنما، خواننده صنف دهم مؤسسه تعلیمی لیسه راهنما می باشم. درباره درد عشقی کرامت الله میرزا کمی نقل کنید. درد عشق یکی از قصه هایی می باشد که این درباره یک جوان به نام رستم می باشد که وی به یکی از دختران همدهه‌شان پروانه نام داشت که پروانه نام داشت، وی را به وی دل می بندد، ولی تمام اهل دهه‌شان از جمله کلته منصور نام شخصی که رئیس دهه شده بود به این مانع می شد، زیرا که وی می خواست با برادرزاده از استاد عینی یک پرچه شعر قرائت کنید. بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشمی اهل عالم خار گردد. شما دختری آتش مطالعه کردید؟ بله. قهرمانش نامبر کنید. قهرمان اساسی ترین این داستان فیروزه می باشد و بعد دلارام کنیز که بیبی وی بود. این چنین احمد جان مشکاب، عصا، غنی جان بای بچه، این چنین پدر وی استاد، مادرش صفیه. تشکر. نیکروی و نیکنام و نیک عنوان است تاجیک راهنما. درباره همین کمی حرف زنید. قرائت کنم یکی؟ بله. نیک روی و نیک نام و نیک عنوان است تاجیک، خوشدل و صاف و صمیمی و سخندان است تاجیک. یک چمن به سی برگه و یک پاره ایمان است تاجیک. نکته اصلی فضیلت های انسان است تاجیک. مهربان و قدردان و راحتی جان است تاجیک. شما 4 درویش خوندید؟ بله. خواجه سگپرست کی بود؟ خواجه سگپرست که از شخصانی بود که وی در آخر عمرش بسیار ثروتمند می شود. ولی خواجه سگپرست میگفتن برای آن که وی از بی‌وفایی و بی‌رحمی های برادرانش دیگر از آنها دلگزان شده بود و یک سگی که با وی از اول با وی وفادار مانده بود و تا آخر عمرش با وی کمک میکرد. من عزیزمای عبدالرقیب زاده، خواننده صنف 7، تحصیل کننده مکتب تحصیلاتی میانه عمومی رقم 12 شهر وحدت. میرزا فیضلی یگون شعر از یاد میدانید؟ زی مهر مادری مهر فزونتر می شود هرگز. غذای جان فیضا چون شیر مادر می شود هرگز. اگر خاک قدومش را به چشمم توتیا سازم
حیاتم را مماتم را برای او فدا سازم. شکر. به یک شب زنده داریش برابر می شود. نویسنده ها و اثرهایشان نامبر کردیم. اکنون تو نامبر کن که از شعرای معاصری تاجیک از کدامشان شعرها از یاد میدانید؟ از لایق شیرعلی، خب از میرزا فیضعلی، دولت رحمانیان، عبدالستار رحمان و از استاد محمد غایب شعری دوست داشتم را اگر ممکن باشد قرائت کنم. منم داراترین آدم، وطن دارم، صدایم بشنود عالم، وطن دارم. در نامگوی پیشنهاد کرده شما پسرک خوبی استاد گلنظر است. همین را منظور پسرک یتیم بود و مادرش با یک عذاب مشقت او رو میخوراند و میپوشاند. روز از روزها بچگان ده مصلحت میکنند که با پالیزی که خربوزه هایش خوب پخته است دزدی روند و با یک چند خربوزه دهان شیرین کند، ولی این پسرک مصلحت آنها را فهمیده راضی نمی شود و آنها مجبورش میکنند که به این کار دست زند. آنها فکر میکنند که اگر به این کار او دست نزند آنها البته این را میفروشند. پسرک را مجبور کشان به پالیز خربوزه میبرند و در آن همه خربوزه میچیند، دامنهایش را پر میکند، ولی این در نزد یک بوته خربوزه گریان میشیند. ناگاه صاحب خربوزه میآید، همه آنها را از جزا میدهد و از پالیز میراند و چون پسرک را گریان در نزد پالیز خربوزه میبیند با او رحمش آمده میگوید با تو چی شد پسر جان؟ پسرک میگوید من و او گذشته را با او نقل میکند و پسرک از این و صاحب خربوزه از این خرسند شده با او یک خربوزه کمان را تحفه میکند و آنها با مادرش دهان شیرین میکنند و مادرش با او میگوید که اگر تو حالا به همان کاری دزدی دست میزدی حالا تو نیز در برابر همانها جزا میگرفتی.